من اومدم اینجا امشب پیش کوروش کبیر که واقعا درد دل کنم، واقعا دعا کنم از صمیم قلب که همونطور که خودش گفته بود کشور ایران رو از دروغ و خوشسالی و قحطی در امان بداره. واقعا حق مردم سرزمین ما این نیست، حقشون تحقیر نیست، حقشون یارانه نیست، حقشون این نیست که ارزش پولشون آخر دنیا باشه. این مردم شایسته احترامن، شایسته عزتن، شایسته اینن که هر جای دنیا که برن با سربلندی بهشون نگاه کنن، هر جای دنیا که باشن بتونن در واقع راحت خرج کنن، راحت سفر کنن و دست بالا رو داشته باشن. نمیدونم کدوم آدم نادانی گفته که باید ایرانی گرسنه بمونه. نه، واقعا اینطور نیست. اتفاقا اگر مردم ایران سیر باشن، مردم ایران در رفاه باشن و آسایش باشن، خیرشون، برکتشون به همه میرسه. یعنی مردمان ذاتاً مهربانی هستن، مردمان با عشقی هستن، مردمان مهمان نوازی هستن و دنیا در واقع آرامش رو تجربه خواهد کرد. من اینجا واقعا با دل پردرد اومدم و دارم عاجزانه و خاضعانه واقعا میخوام از خداوند بزرگ که ایران عزیز رو در پناه امن خودش قرار بده و مردم عزیزم رو سربلند کنه.